خدا بیامرزه پدر ایتالیا. بچه ما ساعت 12:50 یک شب اومدیم ساعت دزدی. یک شب اومدیم دزدی. با اجازهتون توی ایتالیا میان مثلا چیزایی که نمیخوان، مثلا این تشکه، خب تشک رو نمیخوان. آره اوکیش میکنم. این تشک رو مثلا یارو خدا میگیره، مثلا این تشک رو یارو میخواد بندازه دور دیگه. ما اگه میتونستیم برداریم یه عالمه وسیله بود که میتونستیم همون تا الان فکر میکردیم مثلا نوشته بکنیم. آره بابا تا اصلا نوشته اچگاز، ما فکر میکردیم یه شرکتی یارو میفروشه بهش. الان زدم چت جی پی تی میگه آشغالیه، رزرو میکنی که یارو بیاد ببرتش. با اجازهتون ما هم تخت من فنرش میره تو کمرم شبا دیگه. گفتم اینو بزنیم سر سیخ دیگه، مفته دیگه. خلاصه که خدا بیامرزه پدر ایتالیا و مردمان مهربونش به ما یه تشک رسوندن. مبل رندوم مبل گذاشته. بریم برگردیم برگردیم مبلم برده.